یک ورزشکار رومانیایی دورخیز میکنه برای نیم ورو، یه ورو برای پرش گربه آماده میشه. داورا نفس در سینه حبسه، دورخیز کرده روی خرک، میاد 3 گام بر میداره، نیم ورو پشتک گربه و 9 امتیاز باید داورا بهش بدن اینجا. خیلی زیبا. دونده کنیایی دورخیز میکنه، 3 گام بر میداره، میپره از روی، خیلی زیبا رکورد جهانی رو بهبود میده این دونده 21 ساله از کنیا. 400 متر با منحنیتون گزارش میکنیم. دونده کوبایی توی خط 5 جلو افتاده، دونده روس داره تعقیب میکنه، جلو میزنه ازش، دونده کنیایی و با مانع سوم رد میکنه توی خط 5 جونز و رکورد جهانی بهبود پیدا میکنه. باریکلا به این دونده 17 ساله از بلاروس. تمرکز میکنه، میاد روی پنجه کف پا موازی، خیلی دقت بالایی میخواد این کار. بلند میشه روی پنجه پا، قامتی کشیده داره و پا رو جفت میکنه، آماده است برای رها کردن دایو. رها میکنه 3 وارو و بسیار زیبا. ورزشکار چینی برای مدال طلای المپیک